خبری خوش شده شدن راههای هواپیمایی. البته این روز را هر یکی ما و شما انتظار بودیم. غریبان خوشحال شوید که خدا خواهد به زودی راهها باز می شود و رفت آمد بین تاجیکستان و روسیه برقرار خواهد شد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم که به این نوار ما لایک گذارید و پهن کنید تا اینکه غریبان و کسانی که میخواهند به روسیه روند، کسانی که میخواهند از روسیه به تاجیکستان برگردند، آنها دیده خوشحال شوند. یکی از راهبران فرودگاه ونوکووای شهر مسکو اظهار امیدواری کرد که احتمالاً در ماه‌های اپریل و می پروازها به سمت ازبکستان و تاجیکستان برقرار خواهند شد. ویتالی وانسیف، رئیس شورای مدیران فرودگاه بین المللی ونوکووا، در صحبت با ژورنالیستان که 3 مارس گفت امیدوارم که پروازها به سمت کشورهای شریک ما در SNG پیش از همه تاجیکستان و ازبکستان دوباره باز می شوند. در آن کشورها وضع اپیدمیولوژی نظر به ما بهتر است. شما می دانید که اینجا هم وضع معتدل می شود. به همین خاطر هم امیدوارم که در این بازارها برای ما گشوده می شوند. این بازارهای بسیار کلان هست، گفت وانسیف. با قبل او از اثرگیری پروازهای معمولی در سمت‌های بین المللی یا خارجی دور احتمالاً در ماه‌های آگوست و سپتامبر امسال امکان پذیر خواهند شد. او گفت با افتتاح پروازهای بین المللی انتظاری داریم که حرکت مسافران هم برقرار می شود. فکر می کنم که همه ای پروازهای بین المللی تا آگوست و سپتامبر باز می شوند. وانسیف گفت سال 2020 فرودگاه ونوکووا به 12.56 میلیون مسافر خدمت رسانیده است و امیدوار است که سال 2021 این آمار 11.43% افزایش می‌یابد. این زمان او افزود که بسیار نقشه‌های حالا غیر قابل پیش بینی هستند و چیزی کفالت داده نمی شود. انتظاری از برقراری پروازهای به سمت روسیه برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان که در روسیه دنبال کار و درآمد میگیرند یکی از مسئله‌های سخت‌ترین دوران پاندمی کرونا ویروس شد. منبع از آزادی ویدیو، رادیوی آزادی، پروازهای جمهوری تاجیکستان و روسیه.